بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله هستم، یک دانه از انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی شهر کابل و در مرکز نوآوری افغانستان راجستر هستم و بخش ما مدلینگ خانه است که البته سایه سبز مثال می داشته باشیم، یک سایه مخلوط البته همگی به او خاطر یک ایده است، یک پیام است، به خاطر که در سایه کابل یعنی ذات زراعتی و ذات تعمیراتی تغییرات آوردن. میدانیم یک ایده است، یک پیام است که همچین چیزی که من نقشه مثال اینجا آوردیم همشهران میتونن این استفاده کنن و جور بسازن و بخشی که مثال یعنی مده خانه که الان بخش زراعت که ما ساختیم میتونیم سیستم آبیاری قطره‌ای ده که یعنی ارزش خوبتر داره که مثال از ضایعات آب جلوگیری میکنه و بخش گرین هاوس است کجا مثال یک خانه مثال بعد یعنی در فصل سال ما شما میتونیم در کشت کار بتانیم و دیگه بخش مالداری است و سایه پارکینگش است و سایه باغ است و در عموما تامین خانه‌ای که در سه منزل یا تخت می باشه میتونیم از استفاده کنیم و حساب سولار رو میتونیم با برق تعمیر ما را استفاده کنیم و سیستم می واتر پمپ و همه چیزای ما را